شانس الدوحه اما فلیپ کاوتینیو در آن بازی کردن نمیتواند از هم بازی خوب این بازی النصر با استقلال میباشد. ما این بازی را انتظار هستیم. برتری استقلال بیشتر از الدوحه. ما میدونیم که استقلال چمپیون میشه و همین چی ده باوری کامل استقلال با پیش. با فکر من تیم الدوحه بودیش خوبتر باشد، برای چی که ستاره های خوبتر داره، بودیش کمتر خوبتر هست نسبت به تیم های دیگر. فوتبال تماشا نمیکنم، مخلص نیستم. باوری داریم که نصیب باشد که استقلال برد میکند. استقلال برد میکنند. برای که بازیشون آخر وقت دیدگیم بسیار نقص بازی میکنند. فکر میکنیم که همونا برد میکنند. حکومت کنکریت نه شوتا گفتن نمیتونم چند برد میکنه و ما مخلصی هوای میشیم. راستی گپ نمیدونم این بازیه خیلی فهمیدنش قینه. به فکر من استقلال باید غلبه کند، چون که ما تشنه غلبه هم چند سال باز. بعد این تیمای کلان از تاریخ میدونیم که پامیر بهترین و قوتترین کمانده های SSC را مغلوب میکرد. سپارتاک دینامو را. برای استقلال باوری دارم که حتی حساب هم ممکن گفتن 2-1